سلام دوستان عزیز، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. فری فایر گیم داد 14 هستم با آموزش اسنایپ در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. خب اول از همه میریم تو تنظیمات کنترل. ای بابا نمیره. خب میریم تو کنترل، میریم این دکمه پت، دکمه که زیاد به درد نمیخوره، میذاریم دقیق این وسط این خط ها که میگذره یه نقطه ایجاد میشه، دقیقا میذاریم اون وسط، چون که اگه نگاه کنین برای خود تفنگا یه چی داره، یه جایی داره که مثلا میدونین کجا رو میزنین، ولی موقع اسنایپ بگیرن دستم نگاه اون رفته، اما وقتی مش برمیدارم هر تفنگ دیگه برمیدارم میاد، اسنایپ برمیدارم میره. خب اول از همه این واسه اینه که دکمه پتی که گذاشتم اینجا بدونین کجا رو میزنین. بعد اینکه مثلا میخواین ببینین چقدر روون بشه AWM تون، این فقط برای AWM نیست، برای کل چیه، کل اسنایپ هاست. خب الان من میذارم روی 50، هر کدومتون با هر کدوم که راحتین میتونین بذارین. مثلا اینطوری. دومین نکته اینه که خیلی سریع عوض کنین تفنگتون رو. مثلا اینه که تا میزنین عوض کنین، نه اینکه مثلا بزنین گلنگدن بکشه. هی سریع عوض کنین، گلنگدن نمیخواد بکشه، همینطوری سریع دقت کنین. خب اول میاین روی جسمای بدون حرکت تمرین کنین، بعدش کم کم بیاین روی غیر متحرک، مثلا اون عقبا که راه هم میرن، بهتره تیراندازیتون حرفه‌ای میشه. بعدش که مثلا خیلی دیگه احساس کردین دارین پیشرفت میکنین، برین توی مپ تمرین کنین. جنگی من، شلوار پلنگی من، حسی که به تدایمتی برگی برندوه. یار جنگی من، شلوار پلنگی من، این جنگی کاتی عاشق تا که زندوه. یار جنگی من، شلوار پلنگی من، همه منطقه جنگ، همش تیر و تفنگه، رگبار فشنگه، هر خمت ساریکا داره مثل پلنگه، آماده جنگه، آماده جنگه. همه منطقه جنگ، همش تیر و تفنگه، رگبار فشنگه، هر خمت تاریکا داره مثل پلنگه، آماده جنگه، آماده جنگه. شو روزارم میبر مسیح کردی، یادش بخیر. هر کی که کنه بزنی به جدا کنی شک. یار جنگی من، شلوار پلنگی من، شومه و نخانه کمر و من نارنجک. یار جنگی من، شلوار پلنگی من، همه دوننه که هستیم اول و آخر. یار جنگی من، شلوار پلنگی من، تستش دست رگزم من نکنی باور. یار جنگی من، شلوار پلنگی من، همه منطقه جنگ، همش تیر و تفنگه، رگبار فشنگه، هر خنت تاریکا داره مثل پلنگه، آماده جنگه، آماده جنگه. همه منطقه جنگ، همش تیر و تفنگه، رگبار فشنگه، هر